مثل که من رفتم نه دمو چیز مزار نه در روزه نامشام روزه مانده اونجا رفتم گفتم کی هست اینجا علی هست گفت که نه گفتم خیلی چی گپ است حال میگه نه هست اون وقت میگفت نه چقدر که سال تیر شده میره ما چند تا دیگه شاید امام حسین امامجا پیدا کنم نشته کنن که یا یک وقت اینجا آمده بخاطر که 16 17 سال پیش پرسان کردم خودش نیست حال نشته کنه آرامگاه علی نه دروغ شاخدار گفتم خیلی چی از گفت پایگاهش گفتم کی میگه در کجا دلیلش پایگاهش اینجاست گفت که میگن و گفته بودن و شنیدیم و گفتم در کدام کتاب میگه کی میگه در کجا هست دلیلش گفت وش نمیفهمیم من مردم میگه تو مال مردم هر چی میگه دروغ هم میگه باطل هم میگه تو قبول میکنی چی بگیم دیگه نه خود دروغ بگه گفتم خب منبع داره از خود گپام نه گپت باید دلیل داشته باشه باز گفتم اگه پایگاه باشه چرا دیگه الله گفته در قرآن و حدیث که پایگاه را عبادت کنین و از اون مدد بخواین از پایگاه را تبرک بگیرین و ایتو کارا کنین گفته من گفت که اوشم نمیفهمم این مردم میاد گفتم خیلی تو اینجا برای چی ششتی من فقط پیسای شانو میگیرم من دیگه کار ندارم من اینجا ششتیم دکانداری میکنم پیسایشو میگیرم تو آرام است نمیفهمی برو بانو ما دیگه گپ زیاد کرد مقصد تمجه نصیحتش کردم دیگه زور نبود دورانم دوران کی بود دوران ملا صاحبا حکومت ملاها بود حکومت ملاست یا این نفر اونجا به نام پایگاه عبادت کرده رئیس وای افسوس به این تو حکومت هم حکومت ملا مولوی حکومت مولوی واقعی می بود و رموت یک چارایی بسیار زیبا که محترم باش استر میشه بسیار مسرحت تیر میشه جورش میکرد مردم بیغم میشه حال چقدر پیسه اقتصاد میشه میره چرس یا چرس داره شراب یا حق فساد میشه مرکز شرک مرکز فساد بود پاکش نکردن خب افسوس دیگه نامشان مولوی بود از این فهمیده میشه که چندان مولوی هایی نبود